ابراهیم درس 12 از کورس CCNA 200-301 را آغاز میکنیم و امیدوار هستم تک تکتون تا ایدم خوب و سر حال بوده باشه. در این درس ما در بخش منطق درباره موضوعات زیل صحبت میکنیم. این را براتون یادآور بکنم که ما سر اساسات یا فاندامنتال شبکه‌های اینترنت فعلا صحبت میکنیم و این موضوعات هم که از شامل همو اساسات میشه که شما باید یک برداشتی ازشان داشته باشین وقتی همراهشان کار میکنیم. با اینکه بعضی‌هایشان که از فعلا تغییر کرده، مدرن تر شده، آسان تر شده، ولی بازم این موضوعات در امتحان CCNA میآید و ازش ارزیابی میشه. پس بهتر است که توانایی و دانش شکست داشته باشه. اولین موضوع ما درباره استریتور و کیبل است. از اون جایی که کیبل های UTP یا همو 10-base-T به دو نوع است تقسیم میشن. از نگاه وصل کردن این پوینت ها یا ارتباط دادن وسایل شبکه با یکدیگه شون به دو نوع تقسیم میشه. این یادتون باشه که یکشون را به نام استریتور کیبل یاد میکنه، یکی دیگرشون به نام کراس اوور کیبل یاد میکنه. استریتور کیبل ها به خاطر ارتباط دادن یک دانه PC همراه با یک دانه هب استفاده میشه و همینطور برای ارتباط دادن یک PC با یک دانه بریج استفاده میشه و از او گذشته برای ارتباط دادن PC با سویچ استفاده میشه و همینطور اگر ما میخوایم یک راوتر را، یعنی راوتر است، با یک سویچ ارتباط بدیم، باز هم از استریتور کیبل که از ما در اینجا استفاده میکنیم. خب به صورت کلی استریتور کیبل چطور با وجود آمد و چطور UTP یا همو هر کیبل UTP را که ما در درس قبلی نشان دادیم 8 دانه سیم یا لاین یا کیبل دیگه در بین خود داره، اینا باز چطور به استریتور و کراس اوور تبدیل میشن که نظر به یک کالر کودینگ یا گروپ بندی رنگ هایشان در دو سر از امی کیبل ای دو نوع کیبل را کسب به وجود میاره. استریتور کیبل ها همو گروپ بندی یا کنار هم قرارگیری کیبل ها یا کالر های هر سیم کیبل UTP در هر دو سر یکسان است که باز در کراس اوور کیبل ها یعنی دو سر که است یکسان نیست. معمولا یکی متفاوت، یک سر متفاوت با سر دیگه کسب می باشه و این که همی کالر کودینگ چه نوع است، چطور است، یه ما در اینجا دربارهش بحث نمی کنیم. در کتاب هست و اگر یک سرچ کوتاه بکنین دربارهش خیلی مفصل واضح در بعضی وبسایت ها کس پیدا میکنیم و همچنان ما باز رفرنس پر از اونا که است در امی پایان امی ویدیو در قسمت دسکریپشنشان براتون میمونم. اگر رفتین مطالعه کردین و دیدین که بیشتر دربارهش معلومات پیدا کنین، میتونین که از باز اونمو لینک های رفرنس را کس ببینین. و اما کراس اوور کیبل ها، کراس اوور کیبل ها به خاطر ارتباط دادن دو دانه هب با یک دیگرشون که بیشتر میبینین اینجا که از وسایل یکسان است، دو دانه PC، دو دانه سویچ
و دو دانه هم راوتر به یک دیگرشون چی میشه؟ مورد استفاده قرار میگیره. و همینطور در این موقعیت های دیگه هم که استفاده میشه. مثلا هب رو با سویچ، سرور رو با پی سی، برج رو با سویچ و راوترها رو با هم دیگه هم که چی میکنه؟ وصل میکنه. یک موضوع دیگر که از باید شما متوجهش باشین این است که زمانی که شما من حیث یک نتورک انجینیر کار میکنید، یکی از وسایل دیگه که از توپولوژی کشیدن به خاطر یک شبکه می باشه. وقتی شما یک پروژه را کس اجرا میکنید یا یک کار را اجرا میکنید که یک کانفیگریشن را کس میارین، به خاطر از اینکه بهتر از امو ساحه یک دید داشته باشین، تصویری، نه بیانی یا تشریحی، چون تصویری بیشتر در ذهن میمانه، شما باز چی میکنین؟ از سیمبول های همین وسایل در توپولوژی کشیدنتان یا رسم کردنتان استفاده میکنید که در اینجا همون سیمبول ها خیلی خوب براتون چی شده؟ نشان داده شده. معمولا یک دونه مربعی که با دو دونه تیر مخالف یکدیگرشان که یا وکتور مخالف یکدیگرشان باشه، این یکی از علامت سویچ است و این اینا که است راوتر است. بعضی وقتایی را که یک دونه زبدر هم بالایش میمونن که سریعتر کشیده شده و این یک دونه تیر به یک سمت که باشه اینی میشه هب و برج هم که است به این صورت یک گل رقم اینجا که است داره. پیسی واضح است، سرور هم که است واضح است. پس این هم که است یادتان بگیریم. بعد از اون درباره آتو MDI و MDIX که صحبت میکنیم. اصلا MDI چی است؟ Medium Dependent Interface یا مخففی است اینی کلمه می باشه و MDIX Medium Dependent Interface Crossover کس می باشه. اینو که در اینجا ما براتون هایلایت هم کردیم کلگشان اینترفیس است. اینترفیس چی است؟ پورت است. یا اینمی کامپیوتر ما که از خود یک پورت شبکه داره، اونا رو که از MDI میگن که در اینجا هم گفتیم. MDI ها بیشتر در کامپیوترها و در راوترها که استفاده میشه و MDIX در سویچ ها، هب ها و برج استفاده میشه یا بیشتر در سویچ و هب که است مورد استفاده ازشون قرار میگیره و اینمی MDI و MDIX یا ارتباطات از اینمی دو نوع که است هم تاثیر بالای نوع کیبل های UTP مثل استریت رو کراس اوور که است پیدا میکنه. در گذشته ما باید تمایز اینمی MDI MDIX را که از مد نظر می گرفتیم و نوع کیبل را که از بخاطر ارتباط دادن همو وسایل مورد نظر می گرفتیم یا بعد از او که از نوع کیبل را که از استفاده می کردیم. ولی با مرور زمان تکنولوژی پیشرفت کرد و آوردن ATMDI را که از جاگزینش ساختن. ATMDI چی کار میکنه؟ یعنی نوعیت کیبل را به صورت اتوماتیک یا به صورت خودکار شناسایی میکنه و وقت شناسایی کرد بالای نوعیت کیبل کدام عیب و ایراد نمیکنه و ارتباط را که از بینشان چی میکنه؟ برقرار میسازه. چون در اینجا که است از همو فناوری یا تکنولوژی یا TMDI MDIX که چی شده بالای کیبل ها استفاده شده. فعلا هم که از در شبکه های فعلی تمامی سویچ ها، کامپیوتر ها، روتر ها هب استفاده نمیشه، برج هم همینطور و اکسس پوینت ها و وسایل دیگری مثل سرور ها و غیره اینا کلشون که از ATMDI MDIX که استفاده میکنه و تنها برتری و خوبیش هم است که شما دیگه اینجا نگران و دلواپس از این نیستین که من چه نوع کیبل را که از در اینجا که از برام خریداری بکنم بیارم.
همون کیبل استریت ترو یا کراس اوور را که بیارین، ولو که با همدیگرشان دو سرشان همخوانی هم نکنه، وقتی ATMDI MDIX باشه شما از استفاده کرده میتونین و ارتباطتان را بین همون دو تا نود برقرار میکنه. چونی به صورت اتوماتیکلی چی میکنه؟ نوعیت کیبل را میشناسه و ارتباط را که از وجود میاره. مثلا در اینجا گفتیم که یک کراس اوور کیبل میتونه که از یک کامپیوتر را با سویچ که چی بکنه؟ ارتباط به تا وقتی ATMDI که از مورد استفاده قرار بگیره. یک موضوع دیگری را که شما در اینجا کس باید مورد توجهتان قرار بگیره ای است که شما در شبکه های کار میکنین امکان داره که از تا هنوز از وسایل سابقه‌ای یا کهنه که از استفاده بکنه به خاطر ارتباط دادنشون و تا هنوز او را که از تبدیل نساخته، چون کنکشنشون برقرار بوده دیگه با همون موال که پیش رفتن. در اونجا بعضی وقتا اگر یک کامپیوتری نمیتونه که از با شبکه ارتباط برقرار بکنه، در اونجا یک از موارد را که از باید شما مورد نظر بگیرین است که چک بکنین چه نوع کیبل همون کامپیوتر را با او سویچ که از وصل میسازه. اگر سویچ کهنه باشه شما باید نوع کیبل را که از در اون صورت درست انتخاب بکنین که همون استریت ترو است، چون یک طرف سویچ است یک طرف هم که از کامپیوتر است. پس این وسیله را که سویچ از MDI استفاده میکنه ببخشین کامپیوتر از MDI استفاده میکنه به پورتش نوعیت MDI داره و سویچ هم از MDIX که استفاده میکنه، در اینجا که شما از استریت ترو باید استفاده بکنه. ولی اگر همو سویچ یا شبکه یا وسایلش مدرن باشه، اپگرید شده باشه، در اونجا که شما نیاز ندارین که ایره چک بکنین یا ایره که از بیشتر مورد توجهتان که است ببرین. پس این فقط یک نوت است به خاطر مشکل یابی کردن در شبکه ها. بعد از اون میایم درباره کاتگوری های کیبل صحبت میکنیم. خود کیبل های UTP تا به فعلا که از 8 کاتگوریش به دنیا کست آورده یا عرضه شده، از کاتگوری اول گرفته تا به کاتگوری 8. هر که کاتگوری بالا شده رفت، در اینجا که است 3 واحد یا 3 عنصر دیگه هم که چی میشه؟ بیشتر شده میره. یکی قوی تر شده میره و دوم پیچ تابش که از بیشتر میشه برای هر جور کیبل. سوم کمتر تحت تاثیر همی مدارهای مغناطیسی یا فضای مغناطیسی یا امواج مغناطیسی اطراف کیبل که چی میشه؟ کمتر تحت تاثیر از قرار میگیره. پس به همین خاطر هم که از کاتگوری های کیبل چی شده؟ کاتگوری های کیبل های UTP بالا شده رفته یا به وجود آمده. یک به خاطر از یکی را قوی تر بسازه. وقتی ما میگیم از قوی یعنی که سرعت و استقامت کیبل که از بیشتر شده. یعنی اگر کاتگوری 1 را ما در نظر بگیریم با کاتگوری 8 از نگاه سرعت خیلی ها تفاوت داره و همینطور از نگاه تاب خوردن یا دور خوردن یا پیچ خوردن هر جوره ای از کیبل هایش یا سیم های درونش هم که است یک عالم تفاوت داره و هرگاه همی پیچ ها یا دورهایی که داخل هر جوره کیبل که صورت بگیره یا بیشتر باشه، ای کمتر تحت تاثیر امواج مغناطیسی اطراف یا فضای هم کیبل که چی میگیره؟ قرار میگیره. حالا ما میریم در این جدول یک خلاصه از همین 8 نوع کیبل را که چی میکنیم؟
میبینیم. اولین نوع کیبل یا کاتگوری 1 کاتگوری UTP سرعت حد اکثریش مکس دیتا ریت 1 مگابیت در ثانیه بوده و امواجی هم یا سرعت امواجش هم یا فرکانسیش هم که هست 0.4 بوده و بیشتر به خاطر تلفن ها و مودیم های لاینی که هست از استفاده از سرعت میگرفت. همه تو کاتگوری که 2 شد سرعت بیشتر شد، فرکانسی هم خوبتر شد، در جای بیشتر که از استفاده قرار گرفت. کاتگوری 3 کاتگوری 4 کاتگوری 5 فرضاً کاتگوری 5 100 مگابیت در ثانیه که از سرعتش شده و اینی هم که از فرکانسش هست و فاصله را که میتونسته همین سرعت را که از ثابت نگاه بکنه و بفرسته هم 100 متر یا 328 فیت یا فوت می باشه و این را به نام 100 BST در نیت هم کس یاد میکرده و کاتگوری 5 باز از خود یک کاتگوری پیشرفته تر دیگر را هم که است به بازار عرضه کرد کنه 5E میگفتن و این که سرعتش به 1 گیگابیت یا 1024 مگابیت در ثانیه شده، یعنی هم فرکانسش هست و هم فاصلهش و در چی جای استفاده میشده؟ منازل مسکونی و شبکه های اینترنت از او استفاده میکرده. خب بیایم همه تو تا پایان که بالاخره به کاتگوری 8 میرسیم. در کاتگوری 8 سرعت به چند رسیده؟ 25 تا 40 گیگابایت پر ثانیه گرفته. چون کاتگوری 8 هم که از دو نوع داره، یک 8.1 است یک 8.2 و فرکانسی هم که از بالا رفته ولی فاصله که است یا طول کیبل تا 30 متر که است میتونست همین سرعت را کس بگیره و بیشتر در شبکه های یا بین وسایلی که سرعت بالا نیاز داشته باشه مثل سویچ با سویچ یا کور سویچ یا سویچ هسته یا مرکزی با راوتر یا بین فایروال با راوتر از اینی وسایل که هست یا از اینی کیبل کاتگوری 8 استفاده میشه. ولی معمولا اگر شما در خانه استفاده کردین کوشش بکنین که از کاتگوری 7 استفاده بکنین، از کاتگوری 6 استفاده بکنین و اینا که است بیشتر که است ترجیح داده شده است. بعد از او بحث بعدی ما را که است دایرکت اتچمنت کیبل یا دک یا کیبل های دک است تشکیل میده. کیبلی را که شما در اینجا که است میبینین اینی یک دک کیبل است، اینمی یک دک کیبل میباشه و این را به نام دایرکت اتچمنت کیبل یاد میکنه. خود دایرکت اتچمنت کیبل یا دک تا فاصله 15 متر را که چی میکنه؟ ارتباط برقرار میکنه، بیشتر از اون کس نمیتونه. یا کیبل هایی است که اینا ما رو ساخته نمیتونیم، اینا که ساخته شده که از میایه و بیشتر در امی ناک یا نتورک اپریشن سنتر ها یا سرور روم ها از این چی میکنن؟ به خاطر ارتباط دادن سویچ ها با یک دیگرشان استفاده میکنن. خود دک کیبل که این از این قسمت به بعدش یه دک کیبل یاد میکنه، بالای خود که هست از پلک های SFP یا Small Form Factor که هست استفاده میکنه. این از این SFP ها که هست استفاده میکنه، این رو به نام SFP یاد میکنه، یعنی پشت سرش هست، یعنی هم که از پیش رویش میباشه و سرعت را که اینا مهیا میکنه تا 10 گیگابایت بر ثانیه کس میباشه که یعنی سرعت خیلی چشمگیری است
و خیلی هم بالا. و همون قسمی که گفتم به خاطر ارتباط دادن سویچ ها یا سویچ ها با راوترها و راوترها با راوترها چی میکنه استفاده میشه. چرا ما به این منظور استفاده میکنیم و برای این پوینت استفاده نمیکنیم؟ چون این پوینت ها که است به اون صورت که است نیاز نداره که از دیتا را بفرسته یا با او اندازه دیتای بالا را که از جنریت کرده نمیتونه. یه که از بیشتر سویچ ها وقتی میخواه یک تعمیر را به تعمیر دیگه یا یک طبقه را به طبقه دیگه، اینی را که از با سویچ ها که از باید راه سریعتر نیاز داره که ارتباط بده. پس به او خاطر است کیبل های دک کیبل که استفاده میکنه و اینا مطمئنن که است از خود پورت های مخصوص داره. قسمی که در اینجا شما میبینین اینی پورت های دک کیبل میباشه. اینا را که از هات سواپیبل پورت هم یاد میکنه به نظریم که در اینا که از اول شما وقتی میخواین که ازشون استفاده بکنین اینمی CFP هایتان تا به این قسمت را کشی میشه در داخل از یک است میره و در همونجا کس لاک میشه و ارتباطتان را کس میتونین باز بعدا برقرار بکنین. یک موضوعی که درباره از CFP ها براتون بگویم این است که این CFP ها هم میتونه که از دک کیبل را که سپورت بکنه، هم میتونه که از نوعیت های مختلف دیگه داشته باشه و کیبل های فایبر را هم که سپورت بکنه. مثل از اینکه در اینیش که شما میبینید اینی خودش یه CFP است، در اینجا که از کیبل های فایبر که استفاده میکنه که در اونجا با صورت به مراتب بیشتر را که از برشان مهیا میکنه و اینا که از پورت های مخصوص است. شما نمیتونید در این پورت های ایترنت که خاطر از استفاده بکنه. معمولا سویچ ها از امی دک کیبل و دک پورت اینا که از دارن. رسیدیم بالای کیبل رول اوور کیبل که ما در درس عملی فکر کنم درس ششم بود یا هفتم وقتی ما براتون سویچ را هم که نشون دادم. یعنی ما براتون عملا در روی تصویر که آوردم و نشان دادم که چی است، چی استفاده میشه. به نظرم زیاد توضیح و تعریف که از کار نداره، فقط شاید ما در اونجا براتون از کانزول کیبل یاد کرده باشم، ولی همون نام اصلیش که از رول اوور کیبل که استفاده میکنه که استفادهش هم به خاطر ارتباط برقرار کردن کانزول با دیوایس های شبکه مثل سویچ و راوتر و WLC و غیره که از چی میشه استفاده میشه. از اون تصویرها که اینجا شما میبینین 3 نوع که از وجود داره. بعضیشون که از یک سرشون USB است، سر دیگه شون هم که هستن و حالتی پورت ایترنت داره که شما باز در هم کانزول پورت وسایل شبکه‌تان قرار میتین یا بعضیشون هم که از به این صورت است و بعضی دیگه شون هم که از باز این یک سمتشون سریال پورت داره که ایره کامپیوترهای فعلی یا مدرن که سپورت نمیکنه چون یک پورت کلان بود دیگه. بعضی کامپیوترهای سابقه‌ای یا لپتاپ ها یا دسکتاپ ها از که از یاد داشت، ولی فعلا لپتاپ ها که از این پورت نداره. یعنی فعلا بیشتر از اینی رول اوور کیبل یا کانزول کیبل استفاده میکنن. و رسیدیم بالای وسایل شبکه. درس اینجا از اینجا که است خوبتر و جالبتر شده میره چون شما تا فعلا نوعیت کیبل ها را که از فهمیدین، از این به بعد شما میین در باره دیوایس هایی که ارتباط را برقرار میکنه بین وسایل شبکه از او استفاده او را که از میفهمید یا بلد میشه.
و یاد بکنیم از باب هب که هب خودش از جمله وسایل ابتدایی ارتباط دادن این پوینت ها یا نودهای شبکه که محسوب میشه. یعنی بعد از این که تکنولوژی 10 که یک دونه کیبل بود در اونجا که از باز این پوینت ها که از وصل میشد، ای دیگه کم کم کارایی خود را که از دست داد چون خیلی خلا داره که از وجود داشت. بعد از گفتن که بیاین یک وسیله مرکزی جور بکنیم که همین ارتباط را که از برقرار بکنه. یعنی اینی تکنولوژی 10 بود و بعد از ویره که از گرفتن تغییرش دادن به چی؟ هب. هب خودش که از وسایل را به همدیگر ارتباط میده توسط اینترفیس ها یا پورت های. خودش یک وسیله لیر یک است. لیر یک همون فیزیکال لیر میشد نه؟ اگر یادتان باشه. و نوعیت تپولوژی را که برای وسایلی که از فراهم میکنه تپولوژی ستاره می باشه. یعنی وسایل یک به یک که از در 4 طرفشون یا در هر اینترفیسی وصل میشه و این را که است در مفاهیم شبکه به نام تپولوژی شبکه تپولوژی ستاره که است یا ستاره ای که است یاد میکنه. خود هب با ای که از این حالت انکشاف یا فقط به یک وسیله مرکزی ولی هنوز هم که از کارکرد مثل زمیوری کس داره یا کارکرد امو بس تپولوژی را کس داره. یعنی چی؟ یعنی اگر در اینجا که از ارتباطات کس از یک این پوینت با این پوینت دیگه صورت بگیره اتوماتیک این پوینت های دیگه هم که از چی میشه؟ همی معلومات را که از دریافت میکنه که را باز ما بعدا صحبت میکنیم. فقط اینقدر بدونین که این مثل یک پخش کننده متداوم باره که از عمل میکنه یا ترافیکی که از یک این پوینت مثل A میایه این ترافیک که از ولو که مقصدش D باشه یا این پوینت D باشه این پوینت C هم که از دریافت میکنه این پوینت B هم که از دریافت میکنه. و اینی گپ اگر ترافیک از D میایه و میخواه که از به A بره این ترافیک را که از باز هم B هم دریافت میکنه C هم دریافت میکنه. یعنی اینجا که از تمایز را که از ایجاد کردن نمیتونه که مستقیم طرف را به طرف که چی کنه ارتباط بده و مزاحم دیگه وسایل شبکه یا نودهای شبکه نشه. و خود هب یک کولیژن دومین یک ساحه تصادم واحد است یا انفرادی است. یعنی چی؟ یعنی که تا زمانی که کامپیوتر A ارتباطات یا ترافیک خود را به صورت کامل فرضاً به کامپیوتر D نفرستاده از A و D اینی کامپیوترهای B و C یا D اگر بخواه با یک از دیگر را ارتباط برقرار بکنه در اینجا کس اینا باید منتظر باشه. اگر منتظر نباشه یعنی هم A بفرسته درخواست و هم C بفرسته درخواست به B در اونجا است که چی میشه در اینجا یک تکر یا تصادم ترافیک که صورت میگیره و زمانی که تصادم ترافیک صورت گرفت باز چی میشه این پوینت ها کلگشان یک چند دقیقه یا یک چند وقت یک چند واحد زمانی خود را که از همون آرام میگیره تا ای که همی تصادم پاک شود، سرک پاک شود، جاده پاک شود،
پس دوباره باشی میکنن شروع میکنن به فرستادن. و در اینجا هم کس از امو روش CSMSCD که است چی میشه؟ استفاده صورت میگیره که ما در درس قبلی خوندیم. یعنی اول چک میکنه که کل گواه آرام است، یعنی کسی دیگه کس از بخاطر ارتباط دادن استفاده نمیکنه و بعد از که مطمئن شد ترافیک بعدی را کس میفرسته. این درباره هب. بعد از اون چون خلای کلانی در هب وجود داشت و دانشمندای بخش شبکه یا همین محققین، کسایی که در شبکه یا در کمپانی های مثل سیسکو کار میکردن و کمپانی های دیگه و کمپانی های استانداردسازی شبکه، وزارت دفاع امریکا، اینا باز آمدن چی کردن؟ یک وسیله تازه دیگر را کشف کردن و این وسیله تازه به نام بریج یا پول چی میشه؟ نامیده میشه. خب این بریج خان چی کار میکنه؟ چی تفاوتی یا چی گلی را که است آورد سر خود زد و بهتر شده از هب؟ بریج آورد یک ذره هوشمندسازی را کسی را کرد. وقتی میگم هوشمند ساخت یعنی که این پوینت ها را بعد از اینکه شناسایی میکرد در دیتابیس خود، دیگه هر این پوینت را ترافیکش را مستقیم به مقصدشان میفرستاد و مزاحم این پوینت های دیگه یا نود های دیگه در همو دامنه خود که چی نمیشد که یک کپی از این اطلاعات را به دیگرایش هم که از چی کنه بفرسته. بنابراین گرفتن از بریج که است رونمایی کردن و بریج که است این کار رو میکن. خود بریج که چرا کار میکنه ایره که است در بخش عملی کار میکنیم. این یک وسیله لیر 2 یا دیتا لینک لیر باشه و کاری که میکنه با استفاده از سافتویر خود، ایره خوب متوجه باشه، با استفاده از سافتویر خود یا نرم افزار خود اینمی محاسبه انتقالات خود را که چی میکنه انجام میده. یعنی از کجا با کجا میخوایم بفرستم ایره توسط سافتویر خود که است کار میکنه و یک مک آدرس تیبل داره یا جدول آدرس های مک داره تا تمام مک آدرس های این پوینت ها رو در خود ذخیره بکنه و در کدام پورت ها هست و ارتباط سازی از ناره که چی میکنه آسانتر و بهینه تر میسازه. و از اون جایی که هب خود دیوایس کلان که است یک کلیژن دومین، ای که از هر پورتش یک دونه کلیژن دومین است. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کلیژن در این پورت یک که صورت بگیره و ای که است بریک شود، پورت 2 4 3 اتوماتیک کار میکنه و دیگه مشکلی نداره. یعنی بالای دیگه این پوینت ها تأثیری نداره. رفتیم بخیر بالای سویچ. سویچ هم شبیه با بریج کس کار میکنه. یه هم یک وسیله لیر دوم است و با استفاده از مک آدرس ها یا آدرس های فیزیکل این پوینت ها که از چی میکنه ارتباطات را که از برقرار میکنه. ولی تفاوتش که از با بریج است که اینمی محاسبه نقل انتقالات خود را با استفاده از هاردویر یا سخت افزار خود که به نام ASIC هم یاد میشه یا Application Specific Integrated Circuits انجام میده. یک چیزی را که باید در اینجا خوب متوجه شوید که وقت محاسبه توسط سخت افزار صورت میگیره این سریعتر است تا
ای که محاسبه توسط نرم افزار که چی میشه؟ صورت میگیره. پس به همون خاطرم که سویچ قدرت پروسسش و نقل انتقالاتش و ارتباط دادنش نظر به بریج خیلی ها سریعتر است. و این تفاوتشان کس می باشه. و دیگر تفاوتشانی است که پورت ها یا اینترفیس های بیشتر دارن. شما دیگه بخیر نمونه هایش کس اینجا می بینید. اینا که از هر کدامشان که است 48 دانه پورت دارن. فرضاً هر کدام از اینا که از اینجا 12 دانه است 4 12 چند میشه؟ 48 دانه پورت داره. ولی باز ما اینجا سویچ های غول پیکر هم داریم که اونا در دیتا سنتر های کلان استفاده میشن، مثل از اینی وری که اینا باز برو دیگه 500 1000 دانه دیوایس که با هم دیگر چی میکنن؟ ارتباط میده. و یادتون باشه دو تفاوت عمده‌اش سویچ با بریجی است که سویچ سرعت پروسسش یا نقل انتقالاتش سریعتر است و پورت های بیشتر را داره و بریج که سمیره نداره. خب خدا کنه که تا اینجا فهمیده باشه. در هر بخش از این سوال داشتین، کدام شک و شبهه‌ای براتون پیش آمد، یگانه بخش کامنت است، نوشته کنین. من براتون که از چی میکنم واضح میسازمش به هر نوعی که باشه. میریم بخیر بالای half duplex and full duplex. نوعیت ترافیک وقتی در پورت های سویچ ها یا هب ها یا بریج ها که است وقت انتقال میکنه در یک از اینمی حالت است، یا half duplex است یا full duplex است. حالا half duplex چی است؟ full duplex چی است؟ half duplex نوعیت ارتباطی است که یک سمت صحبت میکنه، سمت دیگه آرام میشینه میشینه. بعد از اون میگه خب من خلاص شدم، این حال تو صحبت میکن. مثل واکی تاکی یا همون مخابره ها وری تو صحبت میکنی میگه قادر یک یعنی اینجا که از کل گپ و حل است و تمام. همین تمام گفتی باز طرفت که است جوابت کس میفرسته و هم یک تمام کس میگه داخلش. اینی میشه نوعیت هاف دوپلکس. فول دوپلکس چی است؟ در عین زمان هر دو طرف که از چی کنن صحبت میکنن، مثل ارتباطات تلفنی یا همی زنگای تلفن وری صحبت میکنی در عین زمان که از هم نفر میشنه و هم که از جوابت کس میده. دیگه اونجا شما از تمام کردن و دیگه با استفاده نمیکنی. حالا پورت های سویچ میتونه به صورت فول دوپلکس هم کانفیگور شود و هاف دوپلکس هم کس کانفیگور شود. و اگر مطمئن باشین که بیشتر از فول دوپلکس استفاده بکنین به خاطر از اینکه سرعت نقل و انتقالات باز چی میشه؟ بیشتر میشه. چرا؟ وقتی از هاف دوپلکس استفاده بکنین یعنی که تا زمانی که این پوینت اطلاعات را کس میفرسته در عین زمان که سویچ پاسخ را کس فرستاده نمیتونه یا دیگه ترافیکی که به می مقصد این پوینت استفاده شده و را کس فرستاده نمیتونه. پس وقتی فول دوپلکس باشه هم میفرسته و هم دریافت میکنه. پورت های هب که از کلشون هاف دوپلکس بودن، یعنی شما وقتی با هب صحبت میکردین در این زمان شما فقط میتونستین که از انتقال بتین ولی دریافت نکنین. کوشش بکنین باز هم یک موضوع مشکل یابی یا ترابل شوتینگ یا نکته مشکل یابی که زمان پورت های سویچ را که از کانفیگور میکنین یه را متوجهش باشین که دو سمت از امی پورت کلشون که از با یک نوع کانفیگریشن انتقال اطلاعات که از چی شده باشه؟ کانفیگور شده باشه یا تنظیم شده باشه. یعنی یک سمت هاف دوپلکس باشه
سمت دیگه فول دوپلکس باشه، یک گل مشکل براتون چی میکنه؟ ایجاد میکنه. هر دو سمت یا فول دوپلکس کانفیگور بکنین یا هاف دوپلکس. و یکی چطور کانفیگور میکنین چی نوع است بماند، میاییم باز بخیر سرشان صحبت میکنیم. این درباره هاف دوپلکس و فول دوپلکس. رسیدیم بالای راوتر عزیز. خب راوتر چی است؟ راوتر یک وسیله لایر 3 یا لایه 3 مدل OSI و همین TCP/IP کس می باشه. راوتر به خاطر فرستادن اطلاعات یا ترافیک میان شبکه یا سبنت ها استفاده میشه. خودش راوتر تصمیم میگیره که کدام اطلاعات را نظر به آدرس های IP از یک شبکه به شبکه دیگه کس انتقال بده. این نظر یا بر اساس IP آدرس کار میکنه، بر اساس مک آدرس کار نمیکنه. چندین شبکه با هم دیگر ارتباط میده و از خود کس یک راوتینگ تیبل داره یا جدول راوت ها یا مسیرها. راوت هم مسیر هم کس یاد میکنه، یادتون باشه که در اینمی راوتینگ تیبل خود کس IP آدرس های سبنت یا سبنت IP آدرس یا نتورک IP آدرس ها را چی میکنه؟ ذخیره میکنه. هر IP آدرسی این پوینت دیگه چیزها رو ذخیره نمیکنه. اینو متوجه باشید. اینجا فقط IP آدرس سبنت ها را که از در راوتینگ تیبل خود ذخیره میکنه. و اینمی فارواردینگ یا فرستادن یا گرفتن و رایی کردن بر اساس اینمی IP آدرس های شبکه صورت میگیره یا بر اساس همین سبنت IP آدرس ها صورت میگیره توسط راوتر ها. بخش تحلیلی ما خلاص شد. میریم بالای بخش تجربه. در بخش تجربه میایم درباره از این بحث میکنیم بیشتر که همین هاب یا بریج چطور کار میکنن. خب و این خاطر من نیاز دارم که چیکار کنم؟ بیایم اسلاید شو برایم و نوتپد خود باز بکنم در اینجا بحث. ببینید عزیزای دل که چطور هاب کس کار میکنن. اول در اینجا که از میایم بالای هاب صحبت میکنیم. هاب به اینیش صورت که از نشان داده میشه. فرض کنید ما در اینجا که از یعنی هاب را که از داریم و این هاب ما که از یک این پوینت در اینجا که از وصل است و این هم از این پوینت هم که از A است و یک این پوینت دیگه هم که از در اینجا وصل است و نام از این پوینت هم B می باشه. یکی هم در اینجا است C و یکی دیگه هم که از در این قسمت است و یه هم که است D می باشه. خب وقتی یک اطلاعات را که از مثلا میایه از A ترافیک به B فرستاده میشه. وقتی اطلاعات یا می ترافیک از A میخواه که از به B بره، فرض کنین در اینجا که از رسید ده هاب. هاب را گفتیم چی است؟ یک مالتی پورت ریپیتر است. یعنی تکرار کننده یا فرستنده پورت ها می باشه. یعنی
ریپیت میکنه، نشر میکنه، پخش میکنه به تمام پورتال. اطلاعات را از A گرفت، هب هم به B میفرسته، هم به C میفرسته و هم به D میفرسته. در اینجا که از چی صورت میگیره؟ این همی پاکت که است، این همی پاکت سندرش که از چی است؟ مک آدرس A است. دستینیشنش چی است؟ مک آدرس B یا کامپیوتر B می باشه. وقتی کامپیوتر C دریافت میکنه، این از بین میبره و کامپیوتر D هم که از دریافت میکنه از بین میبره. چرا؟ خاطر از اینکه میگه که خب مقصدش که از B است دیگه، این مربوط من نمیشه. خلاصه ترافیک را که از اینا ایگنور میکنه، ولی کامپیوتر B وقتی دریافتش میکنه همین پاکت را ای تایید میکنه. و زمانی که تایید کرد، فرضاً همی که از چی است؟ یک پاکتی ICMP است. ICMP یا پینگ میباشه. در نتیجه ازی باید که از چی کنه؟ یک ریپلی که از رایی بکنه. وقتی پینگ میکنی، ریپلی ها را که از دریافت میکنی. ریپلی را که کامپیوتر B میفرسته، ای بار کامپیوتر B ریپلی باید بفرسته که خود تو همی پینگ را که برای ما فرستاد ای عزیز، ما همی را دریافت کردم. از ای چی میشه؟ همی پاکت ریپلی ICMP در اینجا که از میگه که سندر که از چی است؟ B است، دستینیشن A است. خب ما بیایم این را پاک بکنم. خب کامپیوتر B بار که از چی میکنه؟ اطلاعات را که از میفرسته به هب. هب چی کار میکنه؟ وقت هب دریافت کرد، باز میگیم مولتی پورت ریپیتر است. این را که از هم به D میفرسته، هم به C میفرسته و هم به A میفرستش. باز هم D و C این عمل پیشروی را که ما بردم گفتیم انجام میده. یعنی چی میکنه؟ یعنی این را که از بین میبره و فقط تنها A که است تاییدش میکنه، میگه خب ما دریافت کرد و قبول میکنه. و در عین حال دوباره A چی میکنه؟ پینگ بعدی را که از میفرسته و B که ما باز بیایم در اینجا A و B میفرسته. sender A destination B ICMP. خب ای بار A فرستاد، هب دریافت کرد، هم به ای که از برادکست میکنه، هم به دی برادکست میکنه و هم به سی برادکستش میکنه، میفرستش. اینا خب باز دوباره اون که از بین میبره، ایگنور میکنه، چون میگه که ما دستینیشنش نیستیم یا مقصدش نیستیم. تنها بی که از اون که چی میکنه؟ اوکی میکنه. حالا در اینجا ببینید به همین صورت اگر تنها یک پینگ که از همین قدر منابع را که از دست بده یا استفاده بکنه، فرض کنین که وسایل دیگه یا این پوینت های دیگه که از در اینجا که باشه، چقدر که است منابع هر این پوینت را که است یا سی پی شونه که است مصروف میسازنی. چون ترافیک به خود یا ترافیک به علت که از برشان می اونم باید پروسس بکنن دیگه تا یک رو دلیت بکنن. پس به خاطر زمی هم که از هب را چی کردن؟ گفتن تو دیگه تقاعد کو و از بین برو و جایش آوردن چی را؟ بریج را. بریج کار را که است آورد
بهتر ساخت. اینی بریج است. حالا فرض کنید در اینجا که هست یک این پوینت است A، در اینجا که هست یک این پوینت دیگه هست B، در اینجا هم که هست یک این پوینت دیگه هست و اینجا هم D. یعنی اینا توسط بریج وصل میشن. بریج چی کار میکنه؟ بریج میگه که ما یک دونه مک تیبل دارم که در اینجا مک آدرس ها را بر اساس پورت هایشان ذخیره میکنه. خب چه رقمی کار را کسب میکنه؟ فرضاً میاییم یک دانه پکیت میفرستیم از منبع یا سورسش باز هم A و دستینیشنشان مثلا C. ما میخواییم کسی رو بفرستیم و این را که از شما متوجه باشین که وقتی بریج که از فرزند تازه به کار شروع کرده شما این طور که تازه که از روبرا کردین همی بریج مک آدرس تیبلش به می صورت صاف و سطره و خالی است. یعنی نمیشناسه دیگه که کدام این پوینت در کدام انترفیس مک چی است وصل است. فرضاً این انترفیس 1 2 3 4. حالا وقتی A میخواه به C بفرسته پیام وقتی به بریج کس میایه بریج چی کار میکنه؟ سورس رو میگه که یعنی آدم یا کامپیوتر A برای ما که از پیام فرستاده و اینمی در کجا وصل است؟ در پورت 1 وصل است. پس این جمعه چی میکنه؟ میگه که مک A پورت 1 اینمی مک آدرس A در پورت 1 مک از چی است؟ وصل است. بعد از او رو میگه که ما باید به مقصد C بفرستم. ولی وقتی مکتبل خود چک میکنه میبینه که مک آدرس C تا هنوز پورتش ویدا و آشکار نیست که در کجا وصل است. در نتیجه چی میکنه؟ دستینیشن را F F F F F F چلاشت بیت است. نظریم 4 دونه بیت دیگه هم شد. دستینیشن را که است F F F F میسازن. یعنی چی؟ یعنی میگه که ما باید کلگتونه که از بشناسم که همی ببخشیم میگه از او جایی که ما دستینیشن C یا مک آدرس C را که از نمیفهم در کجاست پس ما را که از چی میکنم؟ برادکاست میکنم. یعنی اینمی پکیت را که است هم به B میفرستم هم به C میفرستم هم به اینی انترفیس میفرستم. تنها دینی انترفیسی که وارد شده یا پورتی که همین درخواست آمده شده در او که از چی نمیکنه؟ رایی نمیکنه. دیگه به کل از رایی میکنه. وقتی همین پکیت را که از گرفت به کلشون رایی کرد اینجا که است یعنی دی است. اینجا که است کامپیوتر بی این را از بین میبره چون میگه که من دستینیشنش که است من نیستم و کامپیوتر دی هم که است همین طرفی را که است از بین میبره چون میگه من مقصد از همین یا دستینیشن از همین پکیت نیست. تنها کامپیوتر سی میگه که خود تو درخواست برای ما دادی یعنی هم که از مک آدرس من
پیام را پس دوباره به چی میکنه؟ به بریج میفرسته. وقت همین پیام جوابش دوباره اومد، بریج چی کار میکنه؟ کامپیوتر سی به پورت 4 ما وصله و دوباره چی میکنه؟ پیام را، نتیجهش را به کامپیوتر یک کس میفرسته. و بعد از او چی کار میشه؟ بعد از او دیگه اگر فرض کنین اینجا که از سیشن اول بود، اینجا که از سیشن دو میه، در اینجا که از دوباره یک ترافیک تازه ایجاد میشه که مبدایش یا فرستندهش که از کامپیوتر سی است و گیرندهش که از کامپیوتر ای است. اینمی رو میخواه که از بفرسته، برای چی کار میکنه؟ سایل میکنه مکتیبل خود. میگه که مقصدی که به خاطر از ای است کامپیوتر ای است. کامپیوتر ای در کدام پورت ما وصل است؟ پورت یک. دوباره اتوماتیک پیام تازه را به کامپیوتر A میفرسته و دیگه به کامپیوتر D و B نمیفرستش. و به همین صورت یا به همین شکل ارتباطات توسط بریج صورت میگیره، مک آدرسش که ساخته میشه و پیام ها بینشان رد و بدل میشه. خدا کنه که فهمیده باشین نحوه کارشه. دیگه شما ایره میتونین که از پاکت تریسر هم کار بکنین و او را از حالت لایف سیمیولیشنش که استفاده بکنین که پیام ها باز اونجا میبینین که چطور برادکست میشن، دیده میشه. فقط تنها چیزی که از بریج در اونجا که دو پورت داره، شما تنها میتونین دو پورت استفاده بکنین، 4 پورت نداره. و درس ما هم که است در اینجا به پایان میرسه. یعنی اساینمنتتون است. چپتر دوم و چپتر سوم از کورس از کتاب CCNA 200-301 وندل اودم را که بخونین، دریافت بکنین، بیشتر که با خود آشنا شوین و درکش بکنین. سوال داشتین باز هم در بارش بپرسین. و در پالی از یعنی هم رفرنسی از همین درس است که ما از یعنی دو لینک است مطالب را که گرفتیم، یکیش مربوط سیسکو میشه، یکیش مربوط یک سایت دیگه است. این را ما در دسکریپشن همین ویدیو در یوتیوب که است یا مندازم، باز میتونید که اونجا مراجعه بکنید. باز هم سوال داشتین، موضوعی داشتین، ما را در جریان بونین و برای کلگتون وقت خوب و خوش آرزو میکنم تا درس 13. بدرود.